سلام به شما دوستای خوب و نازنین و بینندگانی که از طریق از این ویدیو ما رو بیننده هستین. امیدوارم که ایام به کام شما باشد، هر جای هستین خوش و خوشحال باشید. که دوستای عزیز، ما گپا و بحث خود شروع منم. کلان بحث و سخنان از ما است در مورد سرآغاز یا سرچشمه از اخلاق و شخصیت و رفتاری که ما داریم از کجاست، مثلا از کجا سرچشمه میگیره، آغازش از کجایه و این اخلاق و رفتار ما کلا مربوط میشه دوران کودکی که در کدام جامعه کلان شدیم، در کجا بزرگ شدیم، با چی خانواده‌ای بودیم، چی قسم دوستایی داشتیم و با چی کسانی رفت آمد داشتیم و مکتب ما چطوری بود. همه از اینا تأثیر گذاره. ما در بحث گذشته خود چند تا گزینه رو گفتیم. ما گفتم چی چیزها صحت یک کودک را مورد خطر قرار میده و کودک را با مشکلات جسمی و روحی دوچار مونه و در اونجا ما چند تا گزینه رو گفتم که یک گزینه ها در بین از این گزینه ها یک گزینه‌اش بود جنگ و دعوای پدر مادر. دیگه امروز بحث از ما مورد امزی است، جنگ یا مشاجره پدر و مادر که چی تاثیر منفی و چی خطرایی در روی صحت بچه داره یا کودک داره. دوستای عزیز، چند چیز را ما میگیم، شما فکر کن. این جنگ و دعوا و مشاجره پدر مادر که صورت میگیره در هر خانواده‌ای که پدر مادر که با هم بحث مونه، جنگ مونه، دعوا مونه، اینا کودکی در خانواده داره و اینا شاید متوجه نمیشه که چی اثری و چی ضربه ای را اینا به کودک خو وارد مونه با واسطه این جر و بحث خو. شاید این جر و بحث از اینا در موردی حتی یک چیز خیلی کوچیک باشه، یک چیز خیلی به معنا و به ارزش، ولی گیر چی قدر صدمه در روی از کودک وارد مونه، ما اکثر ما از او بیخبریم. اگر یا خبر داریم در غصهش زیاد نیستیم، چون با او حدی فکر نمونیم که یعنی چقدر ضرر داره. از ضررش یعنی معلومات درباره ضرر یا خطرش نداریم، معلومات زیاد. بیایم ببینیم که چی ضررهایی داره. دوستای عزیز، کسایی که جنگ و دعوامونه در بین خو، پدر مادرایی که با هم بحث مونه، مشاجره مونه، تفاهم نداره، اینا باید ببینن که چی صدمات اینا با کودک خو وارد مونه. دوستای عزیز، پدر مادری که گفته کم و بیش دعوا مونه یا چند دفعه اتفاق افتاده جنگ و دعوایش یا بحثشی، در روی کودک زیاد اثر نداره، این زیاد تاثیر نمونه. تاثیر خدا را ولی زیاد نه. ولی گفته امان از کودکایی که پدر مادرشی همیشه یا امیتو کلن در جنگ هسته، همیشه ایتو نی که منظور از صبح تا شب، شب تا روز، این هفته یک دفعه اتفاق مفته یا 2 هفته بعد اتفاق مفته یا ماهی یک دفعه اتفاق مفته یا هر روز اتفاق مفته. گفته هیچ چیز ضرری را در روی کودک داره و چقدر کودک را آسیب میزنه، این را ما برایش میگیم. دیگه پدر مادرایی که با هم بحث مونین، سرصدا مونین و جنجال دارین، لطفا اینا را یادداشت کن و به اینا فکر کن، واقعا انجام ندین. واقعا زندگی بچهای خود را در خطر قرار میدین. ما اینا رو یکی یکی میگیم و در بینشون شاید کسایی باشه که به دوران کودکی از خود خو فکر کنه یا امو خاطرات چی ده یا چی باید. یکی از چیزایی که یک از ضررها یا آسیبایی که بچه میگیرن جنگ پدر مادری است، اضطراب عاطفی. اضطراب عاطفی به می چی معنا دوستای عزیز؟ ما یک چیز را پیش از یک شروع کنم برایش میگیم. دوستای عزیز، آغوش پدر مادر، کنار پدر مادر و در جایی که پدر مادر است، امی جای و کنار و آغوش پدر مادر مثل یک خانه است برای کودک. بجز از این 4 دیواری و خانه‌ای که ما داریم، آغوش پدر مادر یک خانه است برای کودک و اونجای کودک خود را آرام حس نه، در امنیت و آرامش داره. تنها جایی که یک کودک در اونجا خود را راحت و آرام و در امنیت حس مونه. مثل از این مثال میزنم، مثل از این که 4 دیواری خانه خود از ما در هر جایی که بریم مثلا قدر آرامش نداریم، راحت نیستیم تا یکی در خانه خود خمیم.
در خانه ما 4 دیواری مو این دیوارای خانه دروازه برای از مو امنیت و آرامش را به وجود میره. یعنی میگیم از هر چی در امانیم اینجا، از هر طوفان، هر باران و هر برف و هر هوای بد، از اینجا از هر دوست و هر چی اتفاقای دیگه ما اینجا در امانیم. و دروازه هم بعض موقع سعی مونیم که بسته یا نیه، که کدام کس خانه ما دوست نزنه یا کدام مثلا بادی داخل خانه نه، یخ مونه، یا مثلا از هر چیزی ما اینجا در حفاظت هستیم. همین قسم آغوش پدر مادر، کنار پدر مادر برای بچه یک خانه است. اینجا بچه خود خیلی آرام حس مونه، در آرام میشه. و این اضطراب عاطفی گفته زمان که با وجود میاد وقتی که جنگ و پدر مادر شروع میشه یا پدر مادر در جنگه، یا کودک در اضطراب، این کودک اضطراب عاطفی برایش پیدا میشه. به چی معنا؟ که بچه میترسه در این خانه خوب بچه در آرامش نیسته، یا آغوش یک کنار پدر مادر که خانه و جای آرامی از بچه هسته، در جایی که بچه خود آرام حس نه، اینجا بچه خود دیگه آرام حس نمونه. اینجا برای از بچه ترس به وجود میاد، از داخل از این میترسه. یعنی بچه میگه که اینجا چی اتفاق افتاده، مثل که وقتی که زلزلهش نه، یا وقتی خدا ناخواسته مثل در افغانستان بم می چیز هسته داخل خانه، وقتی لرزش مونه آدم در ترس میشه که الان سقف در رویم نریزه، الان خانه چپه نشنه، در ترس هستیم. همین قسم وقتی که پدر مادر با هم بحث و جنجالش رو مونه، بچهش میترسه اینجا. و اگر ادامه یا بیابه، مثلا فکر کو همیشه میتوری است، این باعث میشه این بچه همیشه در ترس و هراس بمونه. این بچه این ترس در وجود چی؟ هر روز تکرار شونه، هر ماه تکرار شونه، هر هفته تکرار شونه، از کمترین و کوچکترین جر و بحث هم بچه ترس مخوره. یک ذره وحشتی در دلش پیدا میشه که چی شد، ای برو تکرار شد، آخر در جای میرسه که بچه دیگه ای ترس، حتی اینا جنگ و بحث هم نمونه، که بچه در وجود چی ترس وجود داره، وحشت، بچه وحشت زده، نمیته ترس خورده، وحشت زده. ای در آینده حتی هیچ اتفاق هم که نفته، بچه میشه در ترس و وحشت. وقتی که به شخص بالغ میشه، ترس و وحشت وجود از این است دیگه. این یک از مشکلاتی که ما برای بچه با وجود میریم، چون بچه دیگه در اونج خود آرام حس نمونه، میترسه. مثال میگیم بچه میترسه، میگه شاید مثال یک پدر مادر زیاد جنگ مونه، یا مثلا در یک مهمانی دیر رسیدن، یا مثلا یک کسی مهمان خانه زیامه، یا یک چیزی کم از زیادتر یه چیز را ناوردی، ما در پیش مهمان ها کم میم، یا یه چیز زیاده ای کمه، یا مثلا فلانی جای چرا سر وقت رای نشتی، مثلا این دیر شد. خب بحثای یک چیزی بی ارزش سر از جنجال مونیم. این بچه ترس وحشت باز می تکرار میشه. این بچه میترسه، میگه خدایا اینا دعوایش مثلا شروع شد و جنگش بالا رفت، جربحثایش بال رفت، رسید به داد زدن، فریاد کشیدن، سر صدا کردن، عصبانی شدن. دیگه میان هر چی امکان پذیره. این بچه میترسه که الان اینا هم دیگر نزنه، این بچه میترسه که الان اینا مرم در نزنه، الان اینجا چی کار میشه. یعنی حریم خانه از بچه در لرزش هم ده. خب این بچه امیده گفتم آستا اگه این اتفاق هر روز باشه، این بچه میشه ترس وحشت در وجود از است. دیگه اتفاقی که برای بچه مفته و دیگه آسیبی که بچه میگیره یا کودک میگیره، گفته ای بچه پرخاشگر میشه. پرخاشگر به چی معنا؟ که مثل یک اصطلاح مو داریم زبان خوب که میگه ناچم میشه، مثلا قد خود سمنیه میگه او. این بچه پرخاشگر میشه، ای وسایل ری طرف بزن و طرف بزن پیشکن. و یک چیز دیگر پیش از این بگیم دوستای عزیز، مغز از مو کسته مثل یک کامرا نه، یا مثل یک فیلم. از هر اتفاقی که مفته مغز از مو فیلم برداری نه، عکس برداری نه. به خاطر چی فیلم برداری یا عکس برداری موش از مغز از اتفاقا؟ به خاطری که او رو بعداً مو انجام بینیم، به خاطر آموختن او رو ما میبینیم در ذهن خود ذخیره مونیم، بعداً استفاده مونم از اون چیزی که یاد گرفتیم یا از اون چیزی که ما او را در ذهن خود ذخیره کردیم. یعنی ذخیره‌گاهشی مثل یک کامره است که از هر چی، از هر اتفاق فیلم میگیره. کودکا امی کامرهشی مثلا زمانی آغاز میشه که اینا چشم باز نه و کم کم با رنگا شروع مونه اینا دیدن و
شنیدن و چیزا. ذهن از یا و چیزی که میشنه و چیزی میبینه فیلم میگیره و هر عملی که در پیش از اینا صورت میگیره اینا عکس برداری نه. و بچه‌ای که پرخاشگر میشه از هر عمل و از هر رفتاری بچه پدر مادر، از هر جر و بحثای از او این بچه فیلم گرفته و در ذخیره‌گاه محض خود داره، خویر استفاده منه. از او خاطر پیش از این بچه وقتی که جنگ و دعوا زیاد صورت میگیره پیش کودک، پدر مادرش زیاد جنگ و دعوا دارن با هم بحث منه یا داد میزنه یا سر صدا کو، این بچه فیلم گرفته الان میخواد از اونها استفاده کنه در زندگی شخصی خود. این کودک رویشی استفاده کردنشی خود مستقیم یاد نمیگیره که هر کاری را. خب بعضی کودک ها عین اکشن پدر مادر خودمونه، عین عملی پدر مادر خود انجام میده. مثلا یک بچه بوده که قصه کنم همراهشم، این مادرش همیشه مثلا سرخولی لیاف را کش میکرد، میگفت گرده ما درد نه، مادرش کم ذره تکلیفی گرده داشت، سر گرده کش میکرد. بچه کوچک 3 ساله داشت. وقتی که یگان وقت غذا دلش نمیشد یا یگان وقت که طرفش میدیدید، ما خود زیادتر توجه نداریم طرف کارهای بچه که مونه یک کودک چی کارهای را انجام. این بچه مرفت در یک گوشه خو میشد، هر چیزی که بود در روش کش میکرد، گفتیم تو چی کردم؟ گفت گرده ما درد نه. او رو یاد گرفته بود و بچه خاطر که مادرش زیاد میگفت گرده ما درد نه و بچه کوچیکم گفت گرده ما درد. یعنی است که بچه چیزی که یاد میگیره او رو عملی مونه در زندگی، خاطر که در ذهن خوب اونا مخشی کامری مخشی فیلم برداری که از وقت خوی بچه‌ای که گفته پرخاشگر میشه و می خاطر است که اونا پدر مادر در مقابل همدیگه صمیمیت نداشته، رفتاری خوب نداشته، گفتاری خوب نداشته، احترام نداشته، خوی بچه‌ای را عملی مونه. این هم قرار مونه در مقابل وسایل حتی انجام میده، در مقابل دوستای خود یا در مقابل پس در مقابل پدر مادر خود پرخاشگر میشه، ای را بزن بشکن و گریه کو، مثلا از گفت نشو، لج مونه. بعضی هم میگن لجوج بچه ها لج مونه. خب در کل بچه ها یک چیزی خاصیتی داره، میخواه همه چیز تصمیم بگیره، ولی در وقت پرخاشگریشی نهایت زیاد میشه دیگه این کودک زیادتر پرخاشگر میشه، چون پدر مادرشی رویش پرخاشگری مقابل هم دیگه داشته، با احترام گپ نزده، با صمیمیت نبوده، یک شی گپ زده و دیگه شی گوش نکده، در نوبت نزاکت را مراعات نکده، پیش از این سرصدا کده، عصبانیش ده. بچه همو رو یاد میگیره دیگه، بچه هم عصبانی میشه. وقتی یک چی بگی سرت عصبانی میشه، داد میزنه و فریاد میزنه. نم این یک چیزی دیگه شی. دیگه چیزی را که گفتم مشکلات جسمی برای بچه با وجود میاد از جنگی پدر مادر یا دعوای پدر مادر. می کلا کلمه جنگ ما هیچ خوش من نمیاد، می جر و بحث پدر مادر یا سرصدای پدر مادر که مشکلاتی را برای کودک به وجود میاره. گفتم مشکلات جسمی است. خب دوست عزیز گفتیم بچه استراب پیدا منه یا ترس و وحشت. استراب از ترسی کوچکی به وجود میاد. استراب و وحشت در درون از این ممنه و باعث میشه که شخصی بالغ شونه فشار خون بالا پیدا کنه، شکر پیدا کنه، ضربان قلب پیدا کنه. خب او علل میشه که سکته قلبی کنه یا سکته مغزی کنه و مشکلات های دیگه، حتی زخم معده پیدا کنه. گفته دیگه مشکلی که با وجود میبره کودک، گفته بچه ها یا پرخور میشه زیاد یا کمخور، یا اشتیای زیاد بسته اشتیا نداره یا که پرخوری مونه، که هم مشکله برای بچه. این هم به خاطر جنگ و دعوا یا جر و بحثی پدر مادر با وجود. دیگه مشکلی که برای بچه پیش میاد، گفته خوابی نارام داره. خب مسلما بچه‌ای که در روز در پیش هر قسم اتفاق میفته داد و فریاد میشه، عصبانی میشه، پدر مادر در سر هم دیگه به هم دیگه گوش نمیده، توافق نداره، در هر چیزای ناچیز جنگ از اینا صورت میگیره یا سر صدای زیاد صورت میگیره. خب بچه مسلما در خوف هم میبینه. شاید همون چیزا رو اکثر بچه خواب ببینه که پدر مادرش با هم جنگ و دعوا مونه و گفته یکی حتی چیزای شبیه ظلم میگنه. شاید میبینه 2 نفر دیگه با هم سر زدن، شاید میبینه که کسر خود از بچه قار شده یا میزنه یا یک چیز دیگه. بچه خوابش نارام میشه. وقتی که روز از بچه را ما قسم پدر مادر هستیم، روز از بچه را خراب مونیم، شوش را خراب کردیم. در این فکر نباشیم که بچه ما مور خو میشه دیگه، الان خو شده و آرام است. و بعض در افغانستان یا مثلا
بعضی پدر مادر هست، مادر پدر اسم بود، بچه ها که زیاد سر صدا میکرد، دخوخ یا چیخ میزد، او را تاییز می آورد، دعا میکرد که مثلا اسد شده. از این چیزا مست شاید عقیده است دیگه، ولی اکثر شمی چیزایی که بچه در روز میبینه در شب هم دخوخ میبینه. دیگه چیزی که گفته باعث میشه یا ضربه میگن ای بچه ناموفق در ادامه تحصیل خوب، یعنی در درس خواندن بچه تنبل میشه، چون انگیزه و انرژی برای این بچه دیگه باقی نمونه. این کودک ذهنش همیشه درگیر است. این فکر نکن ما پیش از یک ذره سر صدا کردیم یا جنگ کردیم کودک یاد چی رفت. نه بابا، کودک گفتیم که او را ذخیره کرده، که ذهن زیاد درگیر اینا، انرژی و مغز و ظرفیت چی نمونه که اینا درس بخونه. حتی اینا که کلان میشه در ادامه تحصیل نمیده، خسته یان، مخشا زود خسته میشه، اکثر سردردی پیدا نه، اکثر مشکلات هایی خیلی مشکلات هایی مشکلاتی گفته. بعضی بچه ها شکم درد، بچه که میگه من شکم زیاد درد نبفهمین که او استراب داره، در اون خود زیاد ترسیده بوده. یکوان وقت برای بچه سردردی با وجود میاد، بچه ها سردرد میشه زیادتر شه، برای بچه های چیزی عادی میگه شکمیم درد نه. ای هسته. خب گفته اینا در ادامه درس دیده نمیتونه، در تحصیل خود ناموفقه. دیگه وقت ما هستیم که توقع زیاد داریم، ما خو غذای تو را، ما خو برای تو لباس میدادیم، لباس خوب مپوشیدی، غذای خوب مخوردی، در غصه خورد و خواب تو بودیم، بازم الان که است تو چرا اول نمره نیستی یا چرا در درسای موفق نی. خب خبر نیستیم که ما برای یا برای از کودک یا برای از بچه ما چی مشکلی را در مغز خو، همه چی توسط همین مغز است. هر چی که یاد میگیریم ما توسط مغز خو یاد میگیریم. وقتی که این مغز آرام نباشه، وقت این مغز صدمات زیاد در وارد شده، چطوری جذب کنه، چطوری یاد بگیره، چطوری آرام باشه. ایره دیگه ما خیلی توقع داریم بعض موقع، در حالی که خودمون اصلا فکر نمونیم که خود مقصر از این ما هستم، تقصیر در روی ما پدر مادر است. حتی معلم مثلا رفتار خوب با بچه نداره، معلمای مدرسه یا دوستایش، بعض دوستا داره که در روی بچه تاثیر میگذاره، مثلا بچه زیاد همیشه فکرشی در تشویشه. کلان بحث از روی پدر مادر است چون مهمه. دیگه گفته بچه مشکلاتی ارتباطی با دوستای خوب برقرار نمیتونه، مشکلات ارتباطیش با دوستایش خوب نیه، با خانوادهش خوب نیه، با دستری کارش رفتار خوب نداره، به خاطری که او ارتباط برقرار کردن خوب را بلد نیسته، خاطر که ما او یاد ندیدیم. ما به حیث یک پدر مادر ارتباط برقرار کردن درست را یاد ندیدیم. یاد نکه او را اینجا گفتش مینیتر کو اینجا کو نکردیم، بچه یاد نگرفته. بچه ها از گفتاری کده از عملی زیادتر یاد میگیره. پیش بچه ها هر قسم که پدر مادرش رفتار با هم داشته، بچه ها او کپی کده، او یاد گرفته. تا آینده او هم قسم، هر یک شوهری که پدر مادر مو، اگر پدر مو قسم شوهر است، بچه مو قسم شوهر میشه. اگر مادر مو قسم همسر است، دختر مو همو قسم همسر میشه. یعنی کپی از ما شده، این کپی از ما یاد گرفته. سه که بعداً در زندگی زو تاثیرات دیگه چیزام تاثیر داره، ولی اکثر شمی هسته. اگر ما میخواییم بچه مو رفتاری خوب داشته باشه، موفق باشه، در تحصیل خوب باشه، ذهنش را ما در آرامش بلیم، خوابی آرام داشته شه. اگر ما میخواییم مشکلاتی بچه مو کم باشه، مشکلات با دوستا و خانوادهش یک شخص موفق باشه، خب ما ایره باید یاد بدیم توسط رفتارهای خوب با کودک. دیگه چیزی که گفته دوستای عزیز، گفته ضربه ای که برای کودک وارد مونه ای است که کودک اعتماد به نفسش پایین مونه. دیگه این کودک از کوچکی اعتماد به نفسش پایینه و حتی بزرگ میشه یک انسان بالغ این اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفس یک چیزی خلاص بگیم برایشون دوستای عزیز، چیزی به معنای توانستنه. هر چیز را که ما بگیم میتونم و ایره در سر خود اعتماد داشتم که ما از وقتی از این کار برمیم، یعنی اعتماد به نفسی بالایی دارم. وقتی که در کارهای ناموفقیم میگم من ایره انجام داده نمیتونم، از وقتی از این برم نمیتونم، یعنی اعتماد به نفسیم پایینه. اعتماد بر نفس خو ندارم. اعتماد بر نفس دو کلمه دیگه، اعتماد کردن و نفس.